امروز در برنامه صبح و بلود توف تو گلود به بساط مراد پمپ باد اومدیم که مثل چرخیتی میمونه. مشتری که میبینه هول میکنه، از بالا و پایین تلنگش در میره، از این سربا به غذا اضافه میکنه. مراد پمپ باد از طرف زنش تهدید شده که با دستای مفی به لباسات دست بزنی، این یه توس موهاتم با واژبی از بین میبرم. به خاطر همین خیسی عطسه‌هاشو میماله به غذای مشتری که لباساش کثیف نشه. والا من تا الان فکر میکردم فقط فروشنده‌ها چرکن، تا اینکه ساناز اومد این غذا رو سفارش داد و با دست مرگش کرد. به بساط مبارک سهیل گوریل میریم که روی بازوش نوشته مرد شور، زون ننت با وایتکس بشور، این تن پر از باکتریاست. گوریل پس از خفه کردن خمیر با رکابی روی تخت غسالخونه خمیرا رو با وردنه زشت شبیه کارت ملیش پرس میکنه و به سبک گلدوزی خمیر رو به توسه های برگ گل بدبو در میاره. سهیل تو قیصر نیستی که کریم آقمنگل زیر دوش به تیزی فرو کنه؟ پدرسگ حتی این بارونم چربیاتو از بین نبرده. خب یه دوش بگیر. متاسفانه تسبیح گردنش برای راز و نیاز نیست، برای آینه پیکانشه. پس از پایان کار چوسه های خمیر رو با ژیلت شیک میکنه و برای تولید و توزیع میکروب رسانی به دستان داداشش بهلول زینگول میسپاره. ننشون بیشتر از همه بهلول رو دوست داره، میگه الهی قربون دست و پای بلوری بهلولم بشم، زیر بغلش ناز داره، لذت پرواز داره. بیچاره از وقتی شوهرمش فوت کرده هنوز دامن مشکیشو در نیاورده. خودت